دانشنامه. سلام، به یک دانشنامه دیگه خوش اومدید. تو این قسمت میخوایم بریم سراغ گیاه پرکاربرد پیاز. موضوع برمیگرده به مصریان باستان که علاوه بر خدایانشون به پیاز هم قسم میخوردن. داشت یادم میرفت به سیر هم قسم میخوردن. خب آخه چه کاری بود این؟ حالا بگذاریم یه کوچولو بریم عقب‌تر. بله، همه چی از 3500 سال قبل از میلاد در مصر باستان شروع شد که کشاورزان مصری افتادن به کاشت پیاز. نظریه علمی من اینه که داستان از چشم و همچشمی فراعنه فاسد مصر شروع شد که نمیدونستن با درآمد نجومی و ثروتشون چیکار کنن و یهو به ذهنشون رسید که رو قبر و مقبره سرمایه گذاری کنن و قبل اینکه گرون بشه مقبره اون هم به شکل هرم درست کنن و از رو چشم و همچشمی افتادن به رقابت و ساخت و ساز. بعدش هم فراخوان دادن و کلی کارگر رو زوری و اجباری استخدام کردن که همشون گشنه بودن. از اون طرف کلی پیاز رو دستشون مونده بود که اون موقع امکان صادراتشون نداشتن و ارزون و فراوون بود. اینجوری شد که گفتن چیکار کنیم چیکار نکنیم، پیازا رو بدیم کارگرا بخورن زودتر هرم‌ها رو درست کنن. اولین گاز از یک کله پیاز توسط کارگر مصری منجر به یک کشف بزرگ شد. بله، بیچاره دهنش سوخت. حالا چرا؟ چون این گیاه، ای بابا، یکی به این تفلکی آبی ماست چیزی بده هلاک شد. بله، عرض می‌کردم پیاز با نام علمی آلیوم کپا که از خانواده نرگسیان تشریف داره به رنگ سفید و قرمز و زرد موجوده. حالا توی پیاز به خصوص تو قسمت ریشه ترکیبات سولفور وجود داره و موقع گاز زدگی یا بریده شدن اسید سولفونیک تولید میکنه و بعدش ترکیب این اسید با یه آنزیم گاز تولید میکنه و همین سوزش چشم میاره و طعمش هم تند میشه. آقا یکی به داد این برسه، هنوز درگیره. خلاصه مصری‌ها با اینکه نمیدونستن سوخت یا همون پیاز ویتامین C و B6 و فیبر و کربوهیدرات و آنتی اکسیدان و قند و منگنز داره، کشف کردن که ارزش غذایی بالایی داره و کارگرا با خوردن پیاز 3 سوت اهرامو ساختن. من نمیفهمم چرا کسی به داد این نمیرسه. خب حالا با یه آزمایش ساده میخوام بهتون بگم آب پیاز چه کاربردی داره. هر جور بلد بودید آب پیاز تهیه کنید، بعد مثل من با نوک خلال دندون یا قلم با آب پیاز رو کاغذ بنویسید RA رادیوم. بله، حالا میبینیم که کاملا نامرئیه و دیده نمیشه. خب حالا کاغذ رو بگیرید روی حرارت شعله گاز یا مثلا یه فندک، اجازه بده نجیبم در بیارم. بله، نوشته ما کم کم رنگش قهوه‌ای میشه و دیده میشه که حالا سیاه میشه، داره میسوزه. ای بابا، بازم آتیش، چرا خاموش نمیشه؟ ای بابا، آتیش کمک. نتیجه اخلاقی این که فندک نذارین جیبتون، بده، زشته، عیبه. خب خدا قوت، شما در کانال علیکست پادکست دانشنامه رو شنیدید و این بار با موضوع عجیب پیاز. آره، ما از همه چی اینجا میگیم. البته نه فقط توی دانشنامه، بخشای دیگه‌ای هم خواهیم داشت. مثلا آسمان بی نهایت رو هم اینجا میتونید بشنوید و پادکست های طنز دیگه‌ای هم در نظر دارم براتون. علاوه بر اون اگر حمایت بکنید به زودی کتابخوانی رو هم اینجا شروع میکنم. شما اگه علاقه‌مند هستید که خودتون پادکست درست بکنید، هم من میتونم به شما کمک بکنم. زیاد سعی میکنم اینجا حرف نزنم، پس برید به سایت alicast.ir. اونجا هم با بنده بیشتر آشنا میشید، هم میتونم اونجا راهنماییتون بکنم. خیلی ممنون که بنده رو سابسکرایب میکنید. چی؟ هنوز سابسکرایب نکردین؟ خب اشکال نداره. بعدن میخواید این کارو بکنید، هنوز مطمئن نیستین. لایک چی؟ اونم نه، الان نه. باشه، اشکال نداره. همین که میایید توی کانال و این بخشا رو گوش میکنید برای من خیلی ارزشمنده. اگرم که سابسکرایب کنید و دنبال کننده باشید که من با انگیزه بیشتری در خدمتتون هستم. شب و روزتون خوش. علیکست.